زیاد تشکر از شما که آمدین دایره دور دراز خبر گرفتین. من یک آهنگ میخوانم، شعرش از یک شاعر همزبان تاجیکستانی ما است. ما همین شعر وقتی در کابل بودیم که میخواندم، محتوای شعر به این است که یک آدم دلواپس یک مسافر خودش است که چی وقت میآید، یا یک آدم دلواپس یک معشوق خودش است که چی وقت میآید، و حال متاسفانه ما خودمون مهاجر شدیم. وقت برای دیگران میخواد، باید برای خودمون بخونیم، برای خیلی آدم‌ها دیگه که مثل ما. گرچه تکرار است ولی بر ما جواد جان نه. دوباره ما بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی، دوباره ماه دیگر شد چرا نمی آیی. پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند، پرنده های مهاجر بلا نبرگشتند. دوباره چه سر شد چرا نمی آیی، دوباره چه سر شد چرا نمی آیی.